خب جناب صدیقی صاحب، شما درباره وضعیت مهاجرین در آلمان که امروز به بسیار وضعیت وخیم دارن، به سر میبرند در کمپ ها و نان درست، آب درست نمیخورن، جای خوابشان درست نیست و آقای اشرف غنی هم آمده میخواه این مهاجر که به هزار مشکلات، به هزار خطر جان خود، خون خود را در کف دست خود گرفتن آمدن با آلمان یا با اروپا خود رساندن. چی گفتنی داره که جناب اشرف غنی میخواه مهاجرین افغانستان بخواهند؟ جناب آقای اشرف غنی صاحب، بله. چون صاحبم میگه مشکل رئیس جمهورمون است، بله اگر وضعیت افغانستان وخیم نمیبود، بله امن میبود بله و دومی که مهاجرینی که به هیچ خطر آمدن کشاندن، نه بله اگر وضعیت افغانستان امن میبود، اشرف غنی امضا کرده بود، گپی نداشت، مهاجرینش پس میکردید، هیچ گپی نداشت. وقتی بله. که افغانستان اشرف غنی ارگ خودش امنیت چه گرفته نمیتونه، بله باز چطور میتونه که مهاجرینش از اروپا پس بگردانه به افغانستان؟ بله. ما همراه شما هم موافق هستم، به خاطر اینکه که امروز چند وقت پیش نزدیک هر یک انتحاری شده بود نزدیک چهره عبدالله. وقتی که در داخل کابل انتحاری میشه و سرقت میشه، اختطاف میشه، مردم به راحتی با فکر آرام شبانه در خانه خواب نمیتونن، ما چی گفت افغانستان بره؟ ما شاید امروز ما شما بسیار به حالت بدبختی هستیم، به حالت سخت دشوار است، به حالت دشوار است که ما شما در تو جای زندگی میکنیم. مثالش من هیچ وقت فکر نمیکردم که من در تو جای زندگی کنم، در داخل چهارشاپات مثل قوطی کوتوار مرا بندازن، مرا بگه زندگی که یک سال یا کنیم سال محمال ما شما مجبور هستیم بسازیم و بسازیم، به خاطر که وطن ما و شما جنگ است. ما و شما در وطن خود امنیت ما تامین نیست، که هیچ نیست برای ما، هیچ چیز مساعد نیست. امروز به ما و شما آلمان بسیار چیزا رو مساعد ساخته، بازم تشکر از پیش میگیم، یک تشکری از پیش بسیار زیاد میگیم. امروز بسیار فامیلا خانه خود فروختن، در بدرشان آمدن، بالخصوص مجردا مشکل نیست با ما تو. امروز ما تو بریم پس افغانستان مشکل نداره، من زیادتر فامیل ها طفلهایشان خون خود در کف طفل 9 ساله و 8 ساله مثل این طفل وارک بیچاره است. این طفل آقای اشرف غنی دو دریایی که با طیاره تیر شده، دریای یونان، این طفل با کشتی توپی با کشتی تیر شده که حتی آدم تصورش نمیکنه که از او دریا با او کشتی تیر شود طرف یونان. این طفل با او کشتی از دریا تیر شده. ببخشید گپتان گرفتم جناب غزالی صاحب، همین در افغانستان خود ما و شما، نه؟ بله. کسی که تحصیل کرده تا 16 بله تحصیل کرده، بله. یک فرض مثال بخشید میگم، خودت تو تحصیل کردی تا 16 که نکردی 14 خواند، بله 12 خواند. بله. خب تو میری در شوه، ما که مثلا اینا قرار اینی اسناد این ما فهمیدی 12 خواندیم، ما اینی بخش میخوایم کار کنیم. بله صحیح؟ چرا میگه اسناد میگیره، خب میگه از پیشت اسناد گرفت یک نوشته میکنه، میگه برو باز هر وقتی که شعبه جایی که نفر کار بود، بخشی که کار بود با سر ما زنگ میزنیم بیا. کسی که رتبه هیچ چیز نخوانده، هیچ الف دم جیگرش نیست، سواد ندارد دیگه ندارد، ولی دولت یک نفر دارد پشتیبان، دولت یک نفر دارد، او فهمیدی سعی که رتبهش قماندان شده، این کی است؟ قماندان صاحب فلانی بچه فلانی قماندان. امروز هیچ عدالت در افغانستان وجود نداره. ما و شما ببخشید جناب گلزاری صاحب، باز گپت دوباره گرفتم، پیش گپت چیدم، در افغانستان اگر چه بگی عدالت، به نام عدالت هیچ چیز وجود نیست. واقعیت امروز افغانستان میگه ما مسلمان هستیم و بزرگای ما میگه ما مسلمان هستیم و ما از حقوق گپ میزنیم، از حقوق انسانگریت گپ میزنیم، مگر هیچ وقت در افغانستان از حقوق انسانگریت همیشه اروپا، فعلا ما در اروپا هستم، یک سال زندگی میکنم، همه اروپا را فهمید مردمش درک کردم که چه قسم مردم هستن و چه قسم زندگی میکنن. امروز اروپا از انسانگریت گپ میزنه، امروز اروپا از حقوق گپ میزنه، امروز اروپا از همه چیز گپ میزنه، از تحصیل دیگه حقوق مردم هم مساویانه است. مساویانه است. بله این واقعا جای شرم است بر ما
با واقعیت جای شرم است. واقعیت ما جناب آقای اشرف غنی رو لعنت میگم. لعنت به او مادره که او رو به دنیا آورده. لعنت به او مادره که او رو به دنیا آورده. لعنت به او مادر که او رو شیر داده. کلانش کردن. بله یک دفعه دیگه جناب گلزاری صاحب دیگه خلق شد که دمی ذهن من خلق شد که فرض مثال نه بله همین مهاجرینی که دمی اتحادیه اروپا فرض مثال در فرانسه، دمی نروژ، در انگلیس، در ایتالیا یا در آلمان یا در اتریش، دمی کشورهای اروپا اتحادیه اروپایی هستن. بله یا از لحاظ که بگویی بله پولش اشرف غنی میده نمیده، نانش اشرف غنی میده نمیده، نانش فهمیدی لباس اشرف غنی میده نمیده، چون اشرف غنی این ماجرش با پول فروخت تبادله کرد. بله امروز سیاست ما و شما سیاست هم کم کم میفهمیم. نه داخل سیاست امروز سیاست چتل اشرف غنی است. خود به پاکستان یا خود به یک کشور دیگه فروخته و او برش دستور میده که ماجرت بخوای. امروز او غلام دیگه کس است که کار میکنه. امروز این طبیعی است که به هر کس معلوم دار است. امروز شاید این طفل امو وطن است، خون امو وطن است، از خاک داده شده امو خاک است. امروز اگه شاید در اروپا دکتر شوه انجینر شوه فردار وطن جور شوه در اون وطن میره خدمت میکنه طفل. مگم جناب اشرف غنی هیچ ده نمیفهمه و خود پروفسور جهان هم میگه هیچ چیز یعنی در کلش هم شاید یک دانه الف هم نباشه. بله جناب آقای گلزاری صاحب، همین آقای اشرف غنی بله ما میلیون نفر در کابل عمل فرض مثال در کابل غریب داریم، شب داریم، کور داریم، کار داریم، بله در شهر و در بازار که میبینیشون. بله خب امیتو ماجرینه که در اروپا چیره نخوای با پول تبادله نکن، اما پولی که تو گرفتی با ایچیو کور کار شد در افغانستان ایچی کن امنیت تامین کن. وقتی این کار کنه جناب صدیقی صاحب باز بچه و دختر از او در دوبای نمیتونه در بود جیفل در منزل آخر زندگی کنه. بچهش نمیتونه موتر فراری بگردانه. چطور باز برای بچه خود قدر کارها رو مساعد کنه برای اولادای خود. این کار امروز وا نمیکنن. همیشه در افغانستان خیانت کردن، همیشه خیانت میکنن. لعنت به مو چیزی که رهبر داریم از خود گرفته تا کلانش. لعنت به تمام رهبرای قطعش کن. خداحافظ. خداحافظ.